رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یک مرد مسلمان یا اینکه یک زن مسلمان به مشکلی گرفتار شده است و از الله جل جلاله درخواست میکند، دعا میکند و گریه میکند برای حل مشکلیش، و از جانب الله جل جلاله برای حل این مشکلی جواب نمی آید. این شخص فکر میکند: من نمیدانم برای چی الله از من ناراض شده باشد. حتی فرشته ها درخواست میکنند: یا الله، این بیچاره دیر باز میگیرید و از تو یاری میخواهد. یا الله جل جلاله، احتیاجش را برآورده گردان. الله جل جلاله میفرماید: احب ان اسمع حنینه، مرا بسیار خوش می آید از گریه های این. من می خواهم لحظه باز بگیرید. اگر حاجتش در حال برآورده شود دیگر گریه نمی کند. این شخص برای همین دیر شده ایستاده است، نه برای این که من ناراض هستم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این نوار را نشر کنید، زیرا اینکه سخنان خوب را برای دیگران رسانیدن صدقه جاریه است.